واقعا فکر میکنی چیزی که میبینی واقعیه یا چیزی که میشنوی؟ نه، تو فقط داری اون چیزی رو تجربه میکنی که مغزت داره بهت نشون میده. یه جور سینمای اختصاصی توی سرت. هر چیزی که حس میکنی یه پیام الکتریکیه، نه رنگ قرمزی واقعا وجود داره، نه صدایی بلندی. اینا فقط فرکانسایی هن که مغزت میگیره و تبدیلشون میکنه به قرمز و صدا. مثل این میمونه که یه فیلم 4K رو داری با رزولوشن 480p میبینی، چون مغزت فقط بخشی از اطلاعات رو پردازش میکنه، بقیه رو فیلتر میکنه. پس تو هیچ وقت واقعیت کامل رو ندیدی، فقط یه نسخه دستکاری شدهش رو تجربه کردی. فکر کن تو کل عمرت داشتی یه فیلم سانسور شده میدیدی بدون اینکه بدونی. از اون بدتر خاطراتت. فکر میکنی دقیقاً همونیه که اتفاق افتاده؟ نه، هر بار که یه خاطره رو به یاد میاری مغزت داره اونو بازسازی میکنه. مثل اینکه هر بار یه فایل رو باز میکنی یه ذره تغییرش بدی و دوباره سیو کنی. واسه همینه که دو نفر یه اتفاق رو دیدن ولی دو تا روایت کاملا متفاوت دارن. یکی یادش پیرنه آبی بود، اون یکی میگه نه قرمز بود. هیچ کدوم هم دروغ نمیگن، مغزشون واقعیت رو یه جور دیگه سیو کرده. پس چیزایی که بهشون ایمان داری شاید اصلا وجود خارجی نداشته باشن، فقط یه باگ سیستمی توی سرت باشه. حالا فکر کن اگه واقعیت یه توهمیه که مغزت ساخته، اگه خاطراتت فیکن، چیزی که بهش میگی من، هستی، وجود، کجاست؟ تو این سینمای توی سرت یا بیرون، جایی که هیچ وقت تجربهش نکردی؟ شاید ما همه فقط یه سری کد باشیم توی یه شبیه سازی بزرگتر. یه نفر دیگه داره ما رو بازی میده و واقعیت رو بهمون تزریق میکنه. اون وقت دیگه مهم نیست چی ببینی، چی بشنوی، چی حس کنی، چون همه اینا فقط برای یه نفر دیگه معنی داره، برای کسی که دکمه پلی رو زده.